شما نه خدا البته نکنه. با اجازهتون موضوع نخ شما نه خدا البته نکنه. با اجازهتون موضوع نخ شما نه خدا البته نکنه. با اجازهتون موضوع نخ دروغ نگویم تنگ شده دق شده دلم برای تو گلم یخ کرده دستای بگو کجایی تو حسم به تو هیچ وقت عوض نمیشه تنگ شده تو هم دلت بگو تنگ میشه تو هم دروغ فقط سرشان در زندگی ما گرم هستند، فقط در فکر از هستند که ما خوش نباشیم. آزار میته بر هروجان اگر زمین دفتر حرکت کنه تا ثبت برنامه میره 20 تا عکس برش میفرسته که اینا من تو این جدیدم، من در روی تیزاب پاش میتم. تو چرا رفتی که بچه هزاره عروسی کردی؟ کدی بچه ال تشریع چرا عروسی کردی؟ ولی متاسفانه مشکل اینجاست که یک تعداد دیگه آمده از جهان کشورهای جهان اول بر ما مسیج میکنه که تو چرا رفتی که دختر تاجیک عروسی کردی؟ برادر عزیز، ما و شما بنده خدا هستیم. خداوند ما و شما رو خلق کرده، آزاد خلق کرده به خاطر از اینکه درو زندگی کنیم و عبادت خداونده کنیم. ما و شما حق انتخاب داریم. حالا من نمیتونم که انتخاب کنم که مثلا شریک زندگی من هورا باشه یا کسی دیگر. حالا ما اگه آمدیم اگه خود انتخاب کردیم، چی اشتباهی کردیم؟ چی مشکلی داره؟ حداقل مشکل خود چیست که متاسفانه هر روز یک تعداد مسیج میکنه که من فلانی ویدیوش دارم پخش میکنم، من ایتو دارم، یا مثلا در سرک که میریم عکس میگیره که من در روی تیزاب پاش میتونم، من تو رو میکشم. ما بیایم چی کار کنیم؟ واقعتش تو بگو برام ما چی کار کنیم؟ هراجان چی کار کنه؟ ما حق زندگی نداریم؟ هر شب برش مسیج میکنه، دو میزنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، جگرخونی میکنه و یک تعداد بر خود مسیج میکنه که تو چرا رفتی؟ او تاجیک هست، نمیفهم، او سادات هست، تو هزاره هستی، تو چرا رفتی کار کردی؟ من هنوزم باورم نمیشه. هنوزم میگم شاید دروغ باشه، شاید حتی نفهمی من سر او شک نمیکردم، اما امیار شک دارم که من دروغ می اورا رو پد میکنه از من. سر گپ هیچ کس امیار من باور ندارم. بر شما چگونه میگذره؟ ما که اصلا باورم نمیشه، اصلا من هیچ فکر کردن نمیتونم. فکر میکنم رفته یک جای مسافرت، پس نه، نمیتونم فکر کنم به یک اورا برای همیشه از بین ما رفته. جو چی وقت به قطر رسید؟ راجان روز دوشنبه از طرف خانه دوستش که می آمد خانه آمد خانه، وضعیتش خراب بوده. مامان گفتن که مرا کشتن، وضعیتش خیلی خراب بوده، گفتن مرا کشتن. مامان بود رفت خانه. بعد از 10 دقیقه بعد راجان به شهادت رسید که باز تبدیلی هم بودن، گفتن که مرگ موش گازدار خورانده شده. این عزیز قسمه که ایتون کم بیشتر وضاحت دید. چرا؟ یک گپ این بعد از چه قدیر این موقع سوالی که از من شده، من این دفعه یک ذره تند میرم. خب بر من حق بدین. من چرا درباره زندگی خود باید تشریح کنم؟ من آیا خیلی بعد از من اینطوری با شما گپ میزنم؟ من آیا میتونم از شما بپرسم نام زنتان در تصویر بگین؟ شما حتی نام زنتان نمیگین، ناموستان نمیگین. ما که روی تصویر آمدیم، اما خجالت پیدا کردیم آمدیم، شما هر دلیل بگو، بخاطر زندگیت، بخاطر ای، بخاطر او، چرا چادر سر کردی، چرا پود میگردی، چرا آخه چیکار دارین؟ تا کی جواب بدم؟